همون جوری که از تیتر مشخصه، تو این جلسه میخوایم در مورد سرعت واکنش صحبت کنیم. میخوایم ببینیم سرعت واکنش چجوری محاسبه میشه و ممکنه با سرعت کدوم ماده برابر بشه. البته علاوه بر سرعت واکنش در مورد رد پای غذا هم تو این جلسه صحبت میکنیم و بعد از این جلسه متن فصل 2 تموم میشه. یه تمرین دوره‌ای میمونه که اونم جلسه بعد حل میکنیم. اما قبل از شروع این جلسه یه آیا میدانید از صفحه 81 مونده بود. من اونم بخونم که خیالم راحت باشه، واقعا همه چی خدمتتون گفتیم. اینم بخونم. بعداً متوجه شدم یادم اومد که اینو نخوندیم. شاید بعضیاتون بگید آقا این چه اهمیتی داره؟ ما قول دادیم کلمه به کلمه، خط به خط، صفحه به صفحه کتابو بررسی کنیم. آیا میدانید و متن و تمرین و چیز دیگه هم نداره، همه رو میخونیم. میگه در اغلب قرص‌های جوشان علاوه بر ویتامین C، جوش شیرین، سیتریک اسید، تارتاریک اسید و مواد دیگه هم وجود داره. خیالم راحت شد. خب بریم سراغ سرعت واکنش و ببینیم که سرعت واکنش چجوری قابل محاسبه است. ببین، ما جلسات قبل یاد گرفتیم که سرعت مواد مختلف به ضریبشون بستگی داره. هر ماده ضریب بزرگتری داشته باشه، سرعت تولید یا مصرفش بیشتر خواهد بود. حالا سرعت واکنش چیه؟ یادت تو استوکیومتری گفتم نسبت مول به ضریب همه مواد واکنش با هم برابرن. حالا مگه سرعت همون استوکیومتری نیست، فقط زمان اومده تو مخرجش؟ خب بله. پس الان میتونم بگم نسبت سرعت به ضریب همه مواد واکنش هم با هم برابرن. یعنی اگه کسی ضریبش 2 برابر اون یکی باشه، سرعتش هم 2 برابر اون یکی. پس نسبت سرعت به ضریبشون با هم برابر. حالا نسبت سرعت به ضریب مواد مختلف یه واکنش میشه همون سرعت واکنش. اون ماده که ضریبش 1 نسبت سرعت به ضریبش میشه همون سرعت واکنش. پس من میتونم بگم سرعت واکنش با سرعت ماده که ضریبش 1 برابر خواهد بود. همین. پس نسبت سرعت به ضریب مواد مختلف یه واکنش با هم برابره. دستم زودتر از مغزم حرکت میکنه. نسبت سرعت به ضریب مواد مختلف یه واکنش با هم برابره و این برابری معادل با سرعت واکنش. اگر هم ماده ضریبش 1 باشه، سرعت واکنش با سرعت اون برابره. میگه دریافتیم که شیب نمودار ملزمان برای هر کدوم از شرکت کننده ها متناسب با ضریب استوکیومتری. پس شیب نمودار ملزمان که همون سرعت متوسطه متناسب با ضریب استوکیومتری، به طوری که اگر ضریب استوکیومتری شرکت کننده یکسان باشه، سرعت متوسطشون یکسانه. اگر متفاوت باشه، سرعت متوسطشون هم متفاوته. اینجا گفته اگه ضریب استوکیومتری یکسان نباشه، سرعتشون هم متفاوت میشه. خب شیمیدان ها برای درک آسان پیشرفت واکنش در واحد زمان از یه مفهوم کاربردی به اسم سرعت واکنش استفاده میکنن. پس سرعت واکنش چی رو به من نشون میده؟ پیشرفت یه واکنش در واحد زمان. حل این با هم بیاندیشیم و حل کنیم، سرعت واکنش رو بهتر یاد میگیرید. خب میگه سرعت متوسط تولید گاز آمونیاک. وقتی میگه گاز آمونیاک یعنی NH3. آخرین صفحه فصل 2 دهم، صفحه 82. حالا یه ذره‌اش هم 81 بود. در مورد فرآیند تولید آمونیاک به روش هابر صحبت کردیم. اندو به علاوه 3 تا H2 میده 2 تا NH3. شرایط بهینه داشت. دمای 450 درجه سلسیوس، فشار 200 اتمسفر، کاتالیزگر ورقه آهن. مشکلش این بود برگشت پذیر بود. دما رو کم کردیم، اینو مایش کردیم، جدا کردیم، مشکل حل شد. فصل 4 دوباره در موردش صحبت می‌کنیم. میگه سرعت متوسط تولید گاز آمونیاک در شرایط معین بر اساس معادله واکنش زیر که همون معادله تولید آمونیاک به روش هابره، تو گستره زمانی مشخص برابر با 4 در 10⁻² مول بر ثانیه است. حواست باشه این فقط سرعت تولید آمونیاک. میگه سرعت متوسط مصرف اندو و H2 رو تو این گستره حساب کنید. خب ضریب اندو نصف اینه، پس سرعتش هم نصف اینه. ضریب H2 1.5 برابر اینه، پس سرعتش هم 1.5 برابر اینه. پس سرعت این میشه نصف این، یعنی 2 در 10⁻² مول بر ثانیه. سرعت این 3/2 برابر اینه، 1.5 برابر اینه. 1.5 برابر 4 میشه 6 در 10⁻²، بازم مول بر ثانیه. میگه سرعت متوسط تولید یا مصرف هر شرکت کننده رو به ضریب استوکیومتریش تقسیم کنید. از حاصل این تقسیمات چه نتیجه میگیریم؟ نسبت سرعت به ضریب همه مواد واکنش با هم برابره. برابر کیه؟ برابر سرعت واکنش. ببین سرعت این 2 در 10⁻² تقسیم بر ضریبش 1. ببخشید
تقسیم بر ضریبش 1 مساویه سرعت این 6 در 10 به توان منفی 2 تقسیم بر ضریبش 3 مساویه سرعت این 4 در 10 به توان منفی 2 تقسیم بر ضریبش 2. این میشه 2 در 10 به توان منفی 2. اینم همینطور، اینم همینطور. پس نسبت سرعت به ضریب همه مبادی واکنش با هم برابره. این برابری معادله با سرعت واکنش. و میتونم بگم سرعت واکنش با سرعت اندو برابره. چرا؟ چون ضریبش 1. سرعت واکنش با سرعت ماده برابر خواهد بود که ضریب 1 دارد. مورد پ میگه حاصل تقسیم تو قسمت ب رو بهش میگیم سرعت واکنش. یعنی نسبت سرعت به ضریب رو بهش میگیم سرعت واکنش. برای این واکنش با استفاده از سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد شرکت کننده رابطه سرعت واکنش رو بنویسید. اینجا خودش نوشته. سرعت واکنش میشه سرعت هر ماده تقسیم بر ضریبش. سرعت هر ماده، البته منفیش هم باید ببینم. سرعت هر ماده تقسیم بر ضریبش. سرعت هر ماده تقسیم بر ضریبش که 1. اینجا خودش نوشته. ارتباط معادله شیمیایی موازنه شده رو با رابطه زیر توضیح دهید. نسبت سرعت به ضریب مبادی واکنش با هم برابر. آقا مگه اینا سرعتن؟ بله اینا همشون سرعتن دیگه. اینا دلتا ان به دلتا تی. این مثلا میشه آر بار ان های 3. این میشه آر بار هاش 2، این میشه آر بار ان 2 و سرعت واکنش با سرعت متوسط نیتروژن برابر. برای سرعت واکنش دیگه متوسط نمیذاره. حالا کتاب دوست نداشته بذاره و توضیح هم نداده که چرا این کار انجام داده. میگه سرعت متوسط کدام ماده با سرعت واکنش برابره؟ N2. چرا؟ چون ضریبش 1 نسبت سرعت به ضریبش، به خاطر اینکه ضریبش 1 با سرعت واکنش برابر میشه. حاشیه رو ببینیم. چیزی نداریم. همین. ادامه. سوال 2. میگه قند موجود در جوانه گندم، قند جوانه گندمش میگه مالتوز، مطابق واکنش زیر به گلوکوز تبدیل میشه. مالتوز که فرمولش با ساکاروز یکیه، ساکاروز رو صفحه 110 خوندید. شکر که 205 گرم تو دمای اتاق تو 100 گرم آب حل میشد. مالتوز اگه با آب مایع قاطی بشه تبدیل میشه به گلوکوز. یه مول از این با یه مول از این 2 مول از این. خب میگه این واکنش تو دمای ثابت و شرایط معین بررسی شده. جدول زیر داده های بازم تجربی اونونه، یعنی آزمایش کردیم، اندازه گرفتیم تو تایم‌های مختلف، دیدیم که غلظت هر کدوم اینا چقدر. میگه با توجه به اون و نمودار داده شده به پرسش‌ها پاسخ بدید. اولا بدونید که غلظت رو با کروشه نشون میدیم، یعنی اگر یه چیزی رو گذاشتیم تو کروشه یعنی غلظتش رو داریم میگیم، غلظت مولیش رو داریم میگیم. پس اگه من بگم کروشه آ یعنی غلظت مولی آ، پی پی ام و درصد جرمی و انحلال پذیری نیست، مولاریت است. خب بیایم بالا، اینجا اینا تو کروشن یعنی غلظتشون رو داریم میگیم. میگه با توجه به آن و نمودار داده شده به پرسش‌ها پاسخ بدید. من اول نگاه کنم تو زمان صفر مقدار گلوکوز 0 بوده. چرا؟ چون فراورده است. فراورده تو زمان اولیه، چرا نرفتیم رو LCD؟ آره فراورده تو زمان اولیه مقدارش 0. خب واکنش دهنده مقدار اولیه‌اش 1/10 بوده، 0.1. بعد از یه مدتی 1/100 از این تولید شده، 5/100 از این کم شده. 5/100 یا 5000؟ اشتباه نکرده اینجا؟ 10 آره 5000 کم شده. ببخشید در واقع این 100,000 بوده، 5000 ازش کم شده 95,000. خب از این 5000 کم شده به این 10,000 اضافه. چرا؟ چون ضریب این 2 برابر اینه. وقتی ضریب این 2 برابر اینه تغییراتش هم 2 برابر اونه. حله؟ و تو هر لحظه که نگاه کنی تو بازه های زمانی یکسان تغییرات گلوکوز 2 برابر مالتوزه. چرا؟ چون ضریبش 2 برابر. خب این از این. حاشیه رو بخونیم بعد بیایم سراغ نمودار رو ببینیم که داستان چیه. میگه سمنو که از جوانه گندم تهیه میشه مواد غذایی مختلفی داره از جمله مالتوز. برای شرکت کننده ها این مهمه، حواست باشه، این مهمه. میگه برای شرکت کننده های فاز گازی اگر بتونیم گازی و محلول میتونیم سرعت متوسط مصرف یا تولید رو
علاوه بر یکای مول زمان بر حسب مولار بر زمان هم بگیم، یعنی مول بر لیتر بر زمان. چرا؟ بهت میگم. پس فقط برای گاز و محلول میتونیم بگیم، برای مایع خالص و جامد خالص نمیتونیم بگیم. علتشو بهت میگم. خب نمودار رو ببین. نمودار از 1/10 شروع شده، یا از 10 یا از 100,000 شروع شده، اومده تا 80,000 یا 800. این یکی از 0 شروع شده، تو نقطه B رسیده به 400 یا 40,000. این چقدر کم شده؟ 100,000 بوده شده 80,000. 20,000 کم شده، 200 کم شده. این چقدر اضافه شده؟ 400 اضافه شده. چرا؟ چون ضریبه این نصف اینه، یا ضریبه این 2 برابر اینه. وقتی ضریبه این 2 برابر اینه، تغییراتش هم 2 برابر اون خواهد بود. آقا تغییرات رو همیشه بر اساس مول گفتی، این مولاره. آقا مول با مولار چه فرقی میکنه؟ فقط اون تقسیم برای لیتر شده. لیتر هم که برای جفتشون ثابته. پس میتونیم از تغییر مولار هم استفاده کنیم. و دیگه به این نمودار نمیگیم مول زمان، میگیم غلظت زمان، چون دیگه مول نیست، مولار. خب سوالا رو جواب بدیم. میگه در 3 دقیقه نخست آربار گلوکوز و آربار مالتوز رو بر حسب مولار بر ثانیه حساب کنید. حواستون باشه اینجا بر حسب دقیقه است، مولار بر ثانیه. کلا بچه‌ها تو سوالای سینتیک، چه امتحان نهایی، چه کنکور، چه آزمون آزمایشی، حتما به یکای سرعت دقت کنید. چه یکایی داده، چه یکایی خواسته، به این حتما دقت کنید. به اینکه سرعت واکنش رو خواسته یا داده، یا سرعت ماده رو خواسته یا داده دقت کنید. یعنی به این دقت کنید معلوم و مجهولتون سرعت واکنشه یا سرعت ماده است، اینا با هم فرق میکنن. به این دقت کنید معلوم و مجهولتون یکاش چیه؟ مول بر دقیقه است، مولار بر دقیقه است، مولار بر ثانیه است، مول بر ثانیه است. گرم لیتر چیه؟ به این دو تا نکته که گفتم خیلی دقت کنید. طراحا کلکاشون رو اینجا قایم میکنن. به حرف من گوش بدید، اعتماد. خب تو 3 دقیقه اول، یعنی تا اینجا، خودش هم علامت زده، یعنی تا اینجا، این 100,000 بوده شده 90,000. چقدر استفاده شده؟ 10,000، یعنی 1/100 استفاده شده. پس این فاصله برای این میشه 10,000 یا 10⁻-2 مول بر دقیقه. مولار، مول بر لیتر. خب قاعدتا برای این باید 2 برابر اون باشه دیگه، چون ضریبش 2 برابره. خب نگاه میکنیم میبینیم واقعا 2 برابره. این 200 تولید شده، تموم شده رفت. حالا میایم سرعت حساب میکنیم. برای گلوکوز اینجا مینویسم آربار گلوکوز میشه 200 2 در 10⁻-2 تقسیم بر تغییر زمان 3 دقیقه بر حسب ثانیه میشه 180 ثانیه. صفر میاد بالا میشه 10⁻-3. 2/18 همون 1/9، 1/9 هم میشه 11 میشه 11 در 10⁻-3 یا 1.1 در 10⁻-4 مولار بر ثانیه. خب وقتی سرعت گلوکوز بشه 11 یا 1.1 در 10⁻-4، سرعت میشه نصف این. سرعت میشه نصف این. پس این که 1.1 میشه 55 پس نیازی اصلا حساب کنم، میگم 55 در 10⁻-4 یا 5.5 در 10⁻-5. میخوای بیا حساب کنیم، بیا بنویسیم. تغییرات مولار 10⁻-2، تغییرات زمان 180 ثانیه. 1/18 میشه 55. درست گفتم؟ 55,000. 1/18 میشه 55,000. خب 1/18 میشه 55,000. صفر اینم میاد بالا میشه 10⁻-3 میشه 55,000 در 10⁻-3. 55,000 بکن 5.5 10⁻-2 هم به -3 اضافه کن میشه 5.5 در 10⁻-5 که بدون محاسبه هم تونستم به دست بیارم. خب مورد بعدی میگه سرعت واکنش تو 7 دقیقه اول و 7 دقیقه دوم حساب کنید، کدوم بیشتره و چرا؟ من همین جوریش میگم سرعت واکنش تو 7 دقیقه اول بیشتره. چرا؟ چون هرچی به ابتدای واکنش نزدیکتر باشیم سرعت واکنش بیشتر خواهد بود. ولی بریم حساب کنیم. وقتی میگه سرعت واکنش رو حساب کن، یعنی سرعت اونی رو حساب کن که ضریبش 1. کی ضریبش 1؟ مالتوز. اینها مالتوز که ضریبش 1، سرعت اونو تو 7 دقیقه اول حساب کنی کارت راه میفته. یعنی تا اینجا عدد چقدره؟ اینجا 85,000. 100,000 بوده شده 85,000. چقدر کم شده؟ 15,000.
15,000 15 در 10 منفی 3 بر حسب چی گفته سرعت رو حساب کن؟ نگفته بر حسب چی، بر حسب اون دقیقه حساب میکنیم. خب 15,000 تقسیم بر 7 این شد سرعت 7 دقیقه اول. حالا بریم سراغ 7 دقیقه دوم. از 85,000 رسیده به 80,000. یعنی چقدر تغییر کرد؟ یعنی 5,000. یعنی 5 در 10 منفی 3 رو این دفعه تقسیم بر 7 میکنی. مخرجات یکیه، صورت این بزرگتره. این 0 تا 7 دقیقه است، این 7 تا 14 دقیقه است. صورت این بزرگتره، کل کسرش هم بزرگتره. پس میگم سرعت تو 7 دقیقه اول بیشتره. چرا؟ چون هرچی به ابتدای واکنش نزدیکتر باشیم شیوه نمودار بیشتره، واکنش دهنده بیشتری مصرف میشه و سرعت نمودار بیشتر خواهد بود. قسمت آخر میگه هر کدوم از منحنی‌های A و B مربوط به کدام ماده شرکت کننده است؟ توضیح دهید. خب A مربوط میشه به مالتوز، B مربوط میشه به گلوکوز. آقا چرا آ نمیتونه مربوط بشه به آب؟ مگه نگفتی اینا که ضریباشون با هم برابره شیب نمودارشون هم با هم برابره؟ بله گفتم، ولی اینم گفتم که اگر خواستی سرعت رو بر حسب غلظت بر زمان بیان کنی فقط باید گاز و AQ رو در موردشون صحبت کنیم. مایع خالص و جامد خالص تغییر غلظت براشون تعریف نمیشه، غلظتشون ثابته. چون تغییر غلظت براشون تعریف نمیشه نمودار مولار زمانشون یه خط صافه، تغییر غلظت ندارن دیگه، یه غلظتی داشتن همون ثابته تا ته ثابته، تفاوتی نمیکنه. پس من نمیتونم بگم نمودار مولار زمان آب این شکلیه چون یه خط صافه. اگه مول زمان بود بله میگفتم مول زمان این با این یکیه، اینم شیبش 2 برابر این دوتاست، ولی مولار زمانه چون این مایع خالصه من نمیتونم نمودارشو اینجا در واقع این نمودار رو برای آبم در نظر بگیرم. چرا آقا داری این حرفو میزنی؟ چرا میگی غلظت مایع خالص و جامد خالص ثابته؟ مثلا بیا برای آب حساب کنیم. غلظت H2O فرض کن 1000 گرم آب داری، قاعدتا این 1000 گرم 1 لیتر دیگه، چگالی آب 1 1000 میلی لیتر 1 لیتر. خب غلظت حساب کنیم. غلظت مگه نمیشه مول به لیتر؟ این 1000 گرمه، جرمو به جرم مولی آب یعنی 18 تقسیم کنیم میشه مول، حجمش هم که 1. خب 1018 هم میشه 55 و نیم، اونم که 1. غلظت ها 55 و نیمه. آقا اینو 2 برابر میکنیم میشه 2002 لیتر. خب بازم نسبت هم 55 و نیم. 100 برابر کن بازم نسبت 55 و نیمه. نسبت تغییر نمیکنه. پس مولاریته مایع خالص ثابته. وقتی مولاریتش ثابته تغییر غلظت براش تعریف نمیشه. وقتی تغییر غلظت براش تعریف نشه توی نمودار نمیتونی نشونش بدی. گرفتی چی شد؟ اگه جامد خالص هم بود همینطور بود. میتونی نشون بدی یا باید یه خط صاف بذاری. مثلا بری 55 رو پیدا کنی یه خط صاف بذاری عمود بر محور ایگرگو. بگی همیشه از اول تا آخر واکنش هم تمام بشه غلظت این همینه. تغییر نمیکنه. ولی مول زمانش اگه بود دقیقاً شیبش با این یکی میشد چون ضریبشون برابره. نکته آخرم بگم تغییر فشار هم میتونه یکی از فاکتورهای در واقع تغییر سرعت باشه ولی فقط برای گازها مد نظر قرار میگیره. یعنی ما فقط برای گازها میتونیم تغییر فشار رو به عنوان یکی از معیارهای تغییر سرعت در نظر بگیریم. خب اینم از این. پس علت این که من آ رو به آب نسبت ندادم اینه که آب مایع است و این نمودارم بر حسب غلظته. این مهمه. نمودارم بر حسب غلظت مولیه. اگه مول زمان بود این هم برای مالتوز بود هم برای آب بود هم برای هر کسی بود که ضریبش یکه به عنوان واکنش دهنده. نمودار پایینی واکنش دهنده، نمودار بالایی فراورده. اینم از این. اصل درسمون تموم شد. یه رد پای غذا رو هم بخونیم و دیگه مغازه رو موقتا ببندیم تا جلسه بعد. تیتر زده غذا پسماند و رد پای آن. در مورد رد پای غذا قرار صحبت کنیم. میگه زندگی ما و ادامه آن بر روی زمین به تامین نیازهای ضروری اون بستگی داره. چه نیازهای ضروری داریم؟ هوا میخوایم، آب میخوایم، غذا میخوایم. من به ترتیب گفتم این نیازا رو. هوا نباشه تا چند دقیقه نهایت زنده میمونیم. غذا نباشه، آب نباشه تا چند روز، غذا نباشه تا چند هفته. تهش اگر این سه تا نباشن فاتحه انا لله و انا الیه راجعون. خب پس نیازهای ضروری ما ایناست.
اما میزان نیاز و بهره مندی از این منابع برای همه یکسان نیست. دلیل این تفاوت را باید در سبک زندگی هر فرد جستجو کرد. چرا؟ چون هر انسان در طول عمر خود ردپای متفاوتی روی محیط زیست میذاره. مثلا ما دهم فصل 2 در مورد ردپای CO2 صحبت کردیم، فصل 3 در مورد ردپای آب صحبت کردیم، اینجا هم داریم در مورد ردپای غذا صحبت میکنیم. میگه در شیمی دهم با ردپای کربن دی اکسید آب آشنا شدیم. ردپاهایی که 2 تا چهره دارن، چهره آشکار و چهره پنهان. چهره آشکار اون چیزیه که میبینیم ازشون، چهره پنهان اونی که نمیبینیم ازشون. مثلا چهره آشکار CO2 همین اتفاقات اقلیمیه که داره میفته، چهره آشکار دیگه معلومه، آلاینده اضافه میکنه، اثر گلخونه، گرم شدن، ذوب شدن یخهای قطبی، بالا اومدن سطح. چهره پنهانش همون چیزیه که الان نمیبینیم، در آینده میبینیم. مثلا یه حیوان یه جایی میفته میمیره بی دلیل، خب بررسی میکنیم چیزی پیدا نمیکنیم، بعدها مثلا مشخص میشه به خاطر مثلا چه میدونم CO2 زیاد بوده، هوا گرم شده، بعد این گونه مثلا به تغییر هوا حساس بوده، الان افتاده مرده. یا مثلا این CO2 میاد pH آب رو تغییر میده. اینا میشه چهره پنهان، چیزی که ما در لحظه اول نمیبینیم ولی در آینده ممکنه بهش پی ببریم. خب میگه پدیده 2 چهره دیگری از این دست ردپای غذاست. چهره آشکارا نشون میده که سالانه، خیلی جالبه، 30% غذایی که تولید میشه به مصرف نمیرسه، یا به زباله تبدیل میشه یا خراب میشه. یعنی یا طرف استفاده میکنه، بد استفاده میکنه، اسراف میکنه، میریزه دور، یا اینکه تو حمل و نقل و نگهداری این چیزا خراب میشه. 1/3 غذاهای جهان. این در حالیه که جمعیت زیادی از کره زمین از سوء هاضمه، کمبود غذا دارن رنج میبرن. 1/3 غذایی که داره تولید میشه میره صدباشگاه. این در حالی که آمارا نشون میده به ازای هر 7 نفر 1 نفر گرسنه است. یعنی 14% جهان دارن از کم غذایی و گرسنگی رنج میبرن. در مورد آب هم که قبلا صحبت کردیم، الان 50% با کم آبی مواجهن، تا سال 2025 میرسه به 66%. متاسفم. خبری که هدر رفتن منابع اقتصادی رو آشکار میسازد. اما چهره پنهانش، این چهره آشکار بود. چهره پنهان این ردپا شامل همه منابعی که در تهیه غذا از آغاز تا سر سفره سهم داشتن: مدیریت منابع نیروی انسانی برای تولید و تامین مواد اولیه و انرژی، فراوری، ابزار دستگاه مورد نیاز، بسته‌بندی، حمل و نقل، آب، انرژی مصرفی، زمین‌های بایر و همه موارد مختلف از جمله منابعی هستند که برای تامین غذا استفاده میشه. این میشه چهره پنهان. چهره پنهان این ردپا تولید گازهای گلخانه‌ای به ویژه CO2. خب به ویژه CO2. من یه لحظه بالا رو ببینم. خب آنچنان که سهم تولید این گاز در ردپای غذا به مراتب از سوختن سوختا توی خودرو کارخونه بیشتر. خیلی جالبه ها. یعنی CO2 که بابت تولید غذا داره تولید میشه خیلی بیشتر از CO2 که کارخونه و ماشینا دارن تولید میکنن. میگه از اونجا که جمعیت جهان، رشد اقتصادی، سطح رفاه رو به افزایش، تقاضا برای غذا هم پیوسته افزایش پیدا میکنه. اول فصل گفتیم یکی از چالش‌های اساسی هر دولت تهیه غذاست. تقاضایی که برای تامین آن منابع آب، انرژی، مواد اولیه و زمین بیشتری میطلبد. بدیهیه که با این روند ردپای غذا روی محیط زیست سنگین‌تر میشه. مساحت کل زمینی که نیاز تا اقلام ضروری هم تامین بشه بیشتر خواهد بود. الان جایی که الان قرار گرفتیم بیشتر از یه زمین برای تامین در واقع مایحتاج زمین از لحاظ غذا نیازه. یعنی بیشتر از یه زمین داره مصرف میشه که غذای مورد نیاز زمین تولید بشه. همینجوری اگه پیش بریم بیشتر از 2 تا زمین نیاز داریم. ولی اگه الگوی مصرفمون رو اصلاح کنیم، بریم به سمت توسعه پایدار، تا سال 2050 این تیکه اضافه رو میتونیم حذف کنیم، همون یه زمین خودمون رو ازش استفاده کنیم و توش غذا تولید کنیم. یعنی به حقمون قانع باشیم. الان بیشتر از اون چیزی که زمین ظرفیت داره داریم ازش کار میکشیم و این میتونه آسیبای جدی به محیط زیست بزنه. آسیب به محیط زیست در نهایت به افراد جامعه آسیب میزنه و همه اینا در نهایت به اقتصاد آسیب میزنه که این سه تا رکن اصلی توسعه پایدار. خب اینم از این.
من حاشیه رو بخونم بعد بیام اینجا. میگه FAO یا همون سازمان جهانی خشکبار و کشاورزی برآورد میکنه که 30% مواد غذایی تولید شده، یعنی حدود 1.3 میلیارد تن در سال از بین رفته یا به زباله تبدیل میشه. اینجا فقط عددشو گفته. در واقع آیا میدانید هم متن کتابه، فقط یه عدد اضافه کرده که عددش خیلی اهمیتی نداره تو کنکور. خب میگه با توجه به الگوی تولید و مصرف غذا انتظار میره مدیران جامعه جهانی با طراحی و انتخاب راه حل‌های اجرایی مناسب و هماهنگ بهره‌وری رو در مراحل تولید و تامین غذا افزایش بدن تا رد پای آن منظورش چیه؟ غذا رو کاهش بدن. آشکاره که اجرای هر کدوم از این برنامه‌ها در گرو همت و تلاش یکایک ساکنان زمین است. خود را بیازمایید و حل کنیم و دیگه تمام. میگه ستون سمت راست جدول 4 الگو برای کاهش رد پای غذا رو نشون میده. تو این در گفتگو با یکدیگر مشخص کنید هر بیانی از اصل شیمی سبز در ستون سمت چپ با کدام الگو همخونی داره. خب بریم وصل کنیم، با زرد بکشیم، فکر کنم بهتر بشه. خب ما اگه به اندازه خرید کنیم پسماند کمتری تولید میشه. فکر کنم همون قرمز بهتر بود. ما اگه به اندازه خرید کنیم دوریزمون کم میشه، پسماند و زباله‌مون کم میشه. اگر از غذاهای بومی و فصلی استفاده کنیم اون موقع برای حمل و نقل انرژی کمتری مصرف میشه. بعد انرژی مازادی که میخوایم یه محصولی رو توی فصل غیر از فصل خودش تولید کنیم هم کمتر میشه. مثلا پرتقال مال زمستونه، مال فصل سرده، نارنگی مال فصل سرده. اگه شما بخوای تو فصل گرما پرتقال تولید کنی باید کلی انرژی صرف کنی. یا اگه بخوای مثلا هلو و شلیل و نمیدونم چیزای گرمسیری رو تو فصل سرد تولید کنی باید کلی انرژی صرف کنی. پس اگر هر غذایی رو، هر میوه‌ای رو، هر چیزی که میخوای بخوری رو تو فصل خودش و به صورت بومی مصرف کنی انرژی کمتری مصرف میشه، هم برای حمل و نقل، هم برای تامین شرایط تولید اون ماده حالا تو اون فصل. پس استفاده از غذای بومی و فصلی مصرف انرژی رو کاهش میده. ما اگه از غذاهای فرآوری شده کمتر استفاده کنیم کارخونه‌ها میرن که غذاهای سالمتری تولید کنن، فراورده های شیمیایی سالمتری تولید کنن، میرن کمتر فراوریش میکنن. یعنی آقا اینا سالم خورن، آتشغال نمیخورن، ما دیگه نریم این سمتی، بریم چیزای سالم تولید کنیم. و اگه مصرف گوشت و لبنیات رو کمتر کنیم مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست ورودشون کمتر خواهد شد. اینم از این که پاسخشم با اسکن این QR کد میتونید تو سایت baclass.com دریافت کنید. مرسی، دمتون گرم. این فصلم متنش تموم شد. یه جلسه دیگه داریم که این فصل طولانی و پرنکته تموم بشه. واقعا فصل 1 و 2 11 یلی هم برای خودشون تو شیمی کنکور که خدا رو شکر به خوبی داره تموم میشه. یه تمرین دوره ایرم حل کنیم خیالمون راحت میشه. قبل از اینکه من تمرینا رو حل کنم که حتما این کارو انجام میدم، ویدیو بعدی میتونید ببینید، خودتون دست به کار شید و تمرینا رو حل کنید. اینجوری یاد میگیرید. ولی اگه فقط نگاه کنید یه بخشیشو ممکنه یاد بگیرید. دست به قلم شید خودتون حل کنید، میچسبه به ذهنتون. استیکان مایند میشه اصطلاحاً. دمتون گرم، مرسی. مراقب خودتون باشید. خیلی زود برمیگردیم با جلسه 29 میشه اگه اشتباه نکنم. جلسه 29 و آخرین جلسه فصل 2. مراقب خودتون باشید و با کلاس باشید.